باز هم خوش آمدید. یافته‌های تلونیوز نشان می‌دهد که برای نظارت بر تجارت نفت در افغانستان هیچ قانونی وجود ندارد. تصدی مواد نفتی هم با تایید این موضوع میگوید که حتی مواد از اساسنامه این نهاد هم در تضاد با قانون اساسی کشور قرار دارد و آخرین تغییرات در این اساسنامه در دوره طالبان به میان آورده شده است. بر بنیاد یافته‌های تلونیوز برخی از نهادهای دولتی می‌کوشند تا با خصوصی سازی تصدی مواد نفتی هر کدام سهم خودشان را در این تصدی افزایش دهند، چیزی که گونه از رقابت را میان این نهادها به میان آورده است. برای بحث بیشتر در این مورد در استودیو آقایان ولید تمیم رئیس تصدی مواد نفتی، آذرخش حافظی رئیس اتحادیه وارد کنندگان مواد نفتی و عباس ابراهیم زاده عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان هم روی خط اسکایپ از مزار شریف با ما هستند. سلام شما، خیلی خوش آمده مهمانان گرامی. بحث با شما آغاز می‌کنیم آقای تمیم که ناتوانی‌ها و عدم کفایت کاری در تصدی مواد نفتی و عدم داشتن توانایی در بحث رقابت با سکتور خصوصی و وارد کنندگان مواد نفتی سبب میشن که این تصدی به طرف خصوصی سازی شده. نه خیر، ما میخوایم دو موضوع را واضح بسازیم که بحث ما خصوصی سازی نیست. خصوصی سازی هدفش هم پرایوتایزیشن است، در حالی که ما میخوایم کارپوریت شویم یا میخوایم شرکت جور شویم و شرکت سهامی و شرکت سهامی دولتی. ناتوانی های تصدی نیست. تصدی بر حسب یک قانون خاص و یک مایده خاص و یک نظام اقتصادی خاص ترتیب شده بود و بعد از اینکه نظام اقتصاد مارکت شده و با اساس از تصدی باید تغییر شخصیت بکنه و نحوی فعالیت خود در مارکت با حیث سهامدار، نه به حیث از که در روزهای بعد مثل روزهایی که قلت گاز باشه، قلت مواد نفتی باشه در مارکت مداخله بکنه یا شکل انحصاری یا شکل سبسایدی. این مسئولیت سابق به دوش داشت، در حالی که لازمی است که تصدی با حیث سهامدار مارکت در روز خوب و خراب عرضی خدمات بکنه تا یک رقابت سالم در مارکت مواد نفتی که بحث خبر شما هم بود که فاقد قانون است و طبعا جوش و بافتی سکتور هم به او حد لازمش قانونمند نبوده. این ضرور است که یک سهامدار خوب مارکت در حد سهم خودش تصدی داخل اقدام شد. در این مدت مسئولین کجا بودند که می آمدن یک قانون طرح می‌کردند برای این تصدی که خیلی هم مهم و حیاتی است برای مردم افغانستان و یک ماده از مواد اساسنامه که یا اون قانونی که به شکل قانون مثلا اجرا گذاشته میشم در تضاد با قانون اساسی قرار داد، چقدر قابل تحمل بوده در این مدت؟ خب ما بررسی‌های ما نشان داد که در ظرف 15 سال آخر که تمام معاملات نفتی صورت گرفته، نبودی چتر کلان قانون مواد نفتی یا قانون جریان پایان مواد نفتی سبب شده که مارکت قانونمند نباشه. از او خاطر این سکتور کلان عایداتی نقش عواید ملیش هم بسیار ضعیف است و این سوال از گذشته است، باید بر آدم پس گذشته را حل بکنه. دم نقصه که هر زمان بگیری فایده هست. ما عملا آغاز کردیم، مسوده قانون مواد نفتی ترتیب شده و امیدوار هستیم که در ظرف 2 هفته آینده به کابینه و مراحل تقنین خود پاس بکنه. بعد از این سکتور کلان اقتصادی از حالت ناهنجارش دارای سهامدارای مارکت خوب، دارای یک نظم خوب و آمد و خرید و فروشش تابع یک قانون مشخص مواد نفتی شود. آقای حافظی، بحث تغییر یافتن یا تغییر آوردن در تصدی مواد نفتی یک سری نگرانی ها را هم در بیرون به وجود آورده، مثلا از وضعیت بازار که اکنون حاکم است، اون چیزی که شما هم در گزارش گفتین که مردم از بد بدتر توبه نکنند. ممکن است که این تصدی وضعیت را بهبود ببخشه اگر تغییر بکنه؟ به نام آفریدگار عدل و احسان و با تقدیم سلام به شما و دوست ما آقای دکتر صاحب ولید تمیم و بینندگان گرانقدر تلویزیون طلوع، ما خواهان بهینه شدن امور هستیم، نه خراب شدنش. سکتور نفت و گاز افغانستان طوری که فرمودن بدون مداخله دولت، که دولت اول باید قانون وضع کنه و مطابق به قانون باید تنظیم و نظم و اداره را بیاره، به شکل خود به خودی به اساس فراست بازار ساخته شد و رشد کرد. تمام ذخایر دولت 30,000 تن مواد نفتی بود، یک 5,000 تن دیگه هم گاز و ذخایر مربوط به سکتور خصوصی بیش از 1 میلیون تن است. و در طی 15 سال گذشته تصدی مواد نفتی و گاز مایع متهم به سوء استفاده و رشوت و اختلاس است. خود دکتر صاحب هم بر ما گفتن که به صدها مامور خیالی دارن و این باید در قدم اول یک چک و بیلانس شود، باید تصفیه شود که پول مردم چی شد و دیگه ای که اینا 20 سنت از هر لیتر تیل
در تانک ها میگیرن. اقتصادی هم خودش یک مؤسسه شرکت گونه دولتی است، یک مرجع عالی دولتی برای نظارت و کنترل بازار نیست که را قانون صلاحیت داده باشه، ولی به هر صورت تاجرها تابع اراده دولت هستند و 20 سنت هم برای اجرا میته و 88 سنت دیگه هم سابق 44 بود، 0.44 حال 0.88 دلار دیگه هم در بنادر میگیرن. این پیسا جمع شد و جمع شد و جمع شد. علاوه به او اینا تجارت هم کردن، جنس هم آوردن، جنس هم فروختن، اما مفادش کجاست؟ این مؤسسه به صدها جریب زمین در بهترین نقاط افغانستان داره. یعنی این همه عوایدی که وضع میشه کلش حیف اومد شد، گم شد رفت. حالا اینا آمدن، خود از یام جوان هستن که همکار ما بودن و امیدوار هستم که اینا برای تصفیه امی امور و برای حداقل تشخیص پولهای چپاول شده که در اینجا شده اینا مفید واقع شوند و طوری که بر ما گفتن دوستا اینا اقدامات هم در این مورد کردن. با موارد تازه ما برمیگردم. حالا عرض میکنم برتون، همین چی را برتون میگم که اصلا حکومت در هر جایی که به تجارت بکنه در نظام اقتصاد بازار یک نتیجه خوب نمیده. در کل دنیا می رقم است. به می خاطر نظام اقتصاد بازار در یک مقابله رویاروی با نظام اقتصاد دولتی که اتحاد شوروی بود به پیروزی رسید. امروز دنیا نمونه بهتر از نظام اقتصاد بازار ندارم. تجارت دولتی همیشه پر از فساد است، همیشه مونوپولی را میاره، انحصار را میاره. به این خاطر اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز افغانستان، اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان با رعایت ماده 10 و 11 و 13 قانون اساسی افغانستان طرفدار تجارت دولت نیست، بلکه طرفدار نظارت قانونی و نظم قانونی و تنظیم بازار توسط قانون است که اینا نوید دادن. خوشبختانه قانون تنظیم امور سوداگری نفت و گاز. و آقای ابراهیم زاده به شما برمیگردیم. صحبت‌های مهمانای ما را شنیدین. شما هم عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس هستین. یافته‌های شما نشان دهنده چی است و شما روی هم رفته چه موارد را دنبال میکنین در این وضعیت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت مهمانای عزیز شما، خدمت مردم افغانستان. البته چیزایی که اینا پیش بینی کردن اینا همه خیالی هستن. اینا تا هنوز اداره خود نتانستن. امروز اداره مواد نفت غرق فساد هستند. اینا ذخایر مواد نفتی که فعلا میلیون ها دلار به مصرف رسیده، امروز از اونا همگیشان خالی هستند. با تون 10 دلار 20 دلار مامورین اینا میتونن که شرکت های که از خود ذخایر ندارن در ذخایر دیگر تخلیه کنن. حتی تانگای تیلی که در افغانستان دارن اینا ظرفیت فروشات کم نشان میتن. ماهانه اداره مواد نفت 500 دلار الی 1000 دلار از تانگای تیل های افغانستان جمع آوری میکنن. اینا چگونه میتونن که اداره مواد نفت اینا نفت خریداری کنن و یک فسادی که در اداره مواد نفت هست اینا بتونن برای مردم افغانستان سهولت به وجود بیارن. و از یک طرف شرکت های خصوصی که در افغانستان هستند اینها میلیاردها دلار سرمایه گذاری کردند، ذخایر نفت ساختند. امروز اینا وارد رقابت هستند. هر کدامشان اگر کسی 1000 دلار تیل خود میفروشه، کسی دیگری حاضر است که 900 دلار به فروش برسانند. اینا با هم رقابت کرده رایستند. یک بار دیگر هم در زمان قبل رئیس مواد نفتی قبلی که بودن اونا درخواست کردن، پول گرفتن از حکومت افغانستان، میخواستن که یک بار اونا صاحب میلیون ها دلار شوند. اونا رفتن وقتی که بازار آزاد تیل به 550 دلار خریدن، اونا رفتن به 900 دلار خریدن آوردن و دولت افغانستان هم کسی نبود که از اونا پاسپورت قرار بگیره. و گاز همچنان گاز خریدن در زمستان قبلی با شرکت هایی که خود از اینا همدیست بودن. اداره مواد نفت گاز به 750 دلار خریدن که گاز در بازار آزاد 350 دلار به فروش می رسید. آقای ابراهیم زاده به صحبت های شما توجه میکنیم. بالاخره مشکل در چی است؟ یعنی حالا اگر این تصدی تغییر میکنه چه ضربه را تجار و بازرگانان سکتور خصوصی میبینند که باعث ناراحتی و نگرانی برای تجار شده؟ البته تاجرین افغانستان در طول
13 سال 14 سال میلیاردها دلار اینا سرمایه گذاری کردن، ذخایر ساختن، اینا تصفیه نفت ساختن که امروز از نفت افغانستان اینا تیل تصفیه میکنن، تیل دیزل، پترول، اینا ارزانتر به مردم افغانستان تمام میشن و از یک طرف جلوگیری از واردات نفت میشه در داخل افغانستان و در ارز ما بیرون نمیره و وقتی که تصدی مواد نفت اینا فعلا در کنترل دولت هست، اینا نتونستن که جلوی فساد بگیرن و اداره پولهایی که اینا دارن بالای شرکت های خصوصی و ذخایری که در اختیار از اینا هستن تا هنوز استفاده کردن نتونستن. اینا چگونه میتونن که بازار اینا مدیریت کنن و چه قسم میتونن که اینا و نفتی که از بیرون خریداری میکنن شفاف برای مردم افغانستان یا برای کسایی که هستن که نگرفتن. سپاسگزارم آقای تمیم. بیایم بحث را با انتقاداتی که از هر دو جناح مطرح شد بررسی بگیریم. بیشتر اداره شما یکی از فاسدترین اداره ها است و ناتوانی را شما رد کردین، اینها به وضاحت مطرح کردند که در چه نکته هایی است. حالا تضاد منافعی که بین سکتور خصوصی تجار ملی وجود داره و تغییر این تصدی به شکلی که سهامدار دولت هست، اداره هایش است، در چی است و مشکل در کجا است؟ تشکر. بحث فساد ایره محول میکنم به گذشته. از روزی که ما رفتیم و متصدی اداره هستم، نظم و نسخش فرق کرده و اصول کاری ما خیلی فرق داره. الفساد وجود نداره. تا حد بسیار زیادش ما رو کنترل کردیم و تفاوتش می بوده که ما تونستیم امسال قریب 1 میلیارد افغانی ما درآمد داشته باشیم. شما خودتان گفتین کارمندان خیالی داریم. گفتین کارمندان خیالی بودن یا هر موضوع ما کارمند خیالی هم نگفتیم، خبر گذشته خبر اشتباه بوده. موضوع بحث فساد کی میکنه؟ هیچ امکان نداره که حلقه سکتور خصوصی مفسد با حلقه فاسد دولتی عملا اجرا نکنه. هیچ سکتور خصوصی مبرا از در بخش مواد نفتی مبرا از فساد نیست. دیدگاه با این توجیه پیش میره. نه عرف از است با دید به حیث رقیب سهامدار در مارکت این دست پاچگی در مارکت ایجاد شده. آیا این فساد نیست که گاز به قیمت $250 خریده شود با 100 و 150 دلار محصول محاسبهش و 900 در مارکت فروخته شود؟ آیا این افکار ملی هست؟ خب بخوای نخوای ملت از حکومت توقع داره که در روز بد و خوب خود سر یک کسی متکی باشه. تجارت خصوصی که دولتی نیست. تمام بیلانسش سر مفاد فایده است. اگر ضرر کنه اصلا کار نمیکنه. در چند روز پیش ما که قیمت گاز خیلی بلند رفته بود، ما تقریبا 3 ماه کوشش کردیم که پس مذاکرات داشتیم با بیرون داخل تا که قیمت ها پس پایین شد. در چنین وضعیت شما متهم به احتکار هستین. مثلا حالا من رقابت میکنین، شما هم ذخیره های دارین، تیل و یا گاز را وارد میکنین تا سرحدی که فروخته نمیشن، 1 سال میگذره. وقتی ما رقابت میکنیم که ما شرکت باشیم، تصدی بحث ذخایر احتیاطی را با احتکار فرق بکنین. اکثر بزرگوارا میفهمن ولی کنار میرن به خاطر ذخایر احتیاطی با روز مبادای فورس ماژورهای خاص است، نه به که بازار مصنوعی چند نفر ساخته باشن و از منفعت ببرن. از دید تجار ما یک سهامدار میشیم و مشکل هم دارن باید داشته باشن. از دید علمی، از دید اقتصادی، از دید منافع ملی و منافع اولیای کشور این کار اشتباه نیست، حتی برای نفع ملت است. ما سهامدار می داشته باشیم، بازیگرای مواد نفتی می داشته باشیم. در سکتور نفت و گاز، مخصوصا در بخش تیل، از آقینه وارداتی که امسال صورت گرفته، یعنی تقریبا 98 تا 99% مکمل تیلی بوده که بنا مافی آمده، در حالی که معافی نبودن. معافی نبوده از راه‌های مختلف. ولی کی میره؟ سکتور خصوصی میره. کی تحصیل کرده؟ سکتور خصوصی میره. خب سکتور خصوصی بله، این سوال است. کی اجازه شده؟ از گفتم که علقه فاسد در سکتور ایجاد شده و طبعا این زمان علاقات فاسد دولتی هم بوده. یعنی حالا اگر تصدی تغییر میکنه، شما مثلا با چه مؤلفه‌ای پیش میرین که از این وضعیت جلوگیری کرده میتونه؟ چی اطمینان وجود داره به این مسئله؟ خوب از بحث کلانی است که ما به حیث شرکت سهامدار محدود المسئولیت تحت چتر می قانون کار میکنیم بدون هیچ امتیاز خاص که ادعای غلط است، بدون کدام ادعای انحصاری که ادعای غلط و باطل بوده. در مارکت قادر سهم به حد سهم خود در مارکت حضور پیدا میکنیم. ارزان خریدیم ارزان میفروشیم، قیمت خریدیم قیمت میفروشیم، ولی بازار مصنوعی را ایجاد نمیکنیم، کارتل های اقتصادی را ایجاد نمیکنیم. از این خاطر اتحادیه هایی که حتی ما میفهمم که هیچ نوع احصایه و ارقام یا علمی ندارن و عین زمان
ما یک شکایت اگه نکنم حداقل گلایه بکنم که در کمیسیون اقتصاد ملی هم اکثرش نیم بعض اعضاشون در مواد نفتیش دخالت دارن. این نباید به شکل دید منفی تبارز بتن، برعکس یک سهامدار خود مارکت برمیگردم با نکته‌ای که از مهمانا میگیریم. آقای حافظی شما شنیدین صحبت‌های آقای تمیم ده. مثلا سکتور خصوصی هم حالا متهم به این است که یک مافیا بسیار کلان در سکتور خصوصی جای گرفتن که عبارت از چند نفر معدود می باشه، بازار را در اختیار دارن، به هر طوری که دلشان شد نرخ را تعیین میکنن. مثلا یک تانکر گاز مثلا میاد تا افغانستان به $300 فروخته میشه به $900. مواردی است که اینا و مشکل شما با تغییر تصدی در چی است؟ چرا بعد قدم اول بگم که ریا راست میگن، همون شریکای دولت هستن مدوزا بخش سکتور خصوصی که وظایف بزرگ اقتصاد ملی افغانستان انجام میتن، اینا به اساس سنت پیغمبر کار خود صدقه جاریه میدانن و یا نه غبن میکنن، نه دوزی میکنن، نه فساد. فهمیدین؟ ما کسایی که با ما همکار هستن اینا کسایی هستن که بیلانس میتن، زکات میتن و ما شاهد هستم که اونها نمیتن. اونهایی که شما میگین دزدا هستن، شریکای دولت هستن. دزدا خو امرای دولت کار کردن، امتیاز از دولت گرفتن و محاکم باید در موردشون قضاوت کنه، تصمیم بگیره، از جمله خود امی تصدی. شما چرا مسئولیتتان است که باید مشخص بسازین اینها کی هستن؟ ما مشخص کردیم با مراجع مربوطه گفتیم. مثلا به طور مثال ما میگم تان که امی تصدی تمام رهبری قبلی از یا امیال در محاکم هستند، بعضیاش حبس محکوم به حبس غیابی شدن. در می دولت فاسدی که هیچ کس محاکمه نمیکنه، هیچ وقت جلوی فساد نگرفته یا دان جوالم را ازوا گرفتن. ما از اینا پرسان میکنم که شما با کدام اساس باعث یک تصدی شما از مردم 20 سنت میگیرن از کل تیلی که مردم میفروشن؟ شما با کدام اساس 0.88% پول دلار از مردم میگیرین؟ شما با کدام اساس اتفاقیه‌ای را که ندارین به نام پول اتفاقیه شما به نام خدمات از مردم میگیرین؟ شما هیچ نوع خدمات بندری انجام نمیتین. اینا یک ذخیره دارن 60 سال پیش ساخته شده، تیلتان پرتین نیمش در روی زمین میریزه و اینا چه قسم با ذخایر مدرنی که می سکتور خصوصی وطن پرستی نمی است که شما چیزا امکانات ملی رو بالا ببرین. وقتی که در یک مملکتی که 30,000 تن ذخیره نبود امروز بیش از 1 میلیون تن ذخیره وجود داره. شما در تانک تیل میرفتین یک بیلر بود که وقتی که تیل کش میکردین نیمش موتروان میخورد نیمش در موتر مینداخت. حالا با استانداردهای آیسو در اینجا 30,000 تانک تیل در این مملکت ساخته شده. این کی ساخته؟ این اقتصادی مواد نفتی ساخته؟ اینا چی کردن؟ امیال سهمیه در بازار چند است؟ عرض کنم براتون. 2 میلیارد دلار سرمایه دورانی از این کار است. 3 میلیارد و 760 میلیون دلار تا پایان سال 2014 مستند سرمایه گذاری از یاس، از ترانسپورت گرفته تا ذخایر تا تانک تیل. و می دولت گدایگر 5 میلیارد و 740 میلیون دلار از کجا میکنه که می تجارت بگیره؟ این خودش یک توطئه دشمن است. سابوتاژ میکنه، میخواد که قرار است 5 میلیارد بیشتر از 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری شه. 760 میلیون دلار یا خب ذخایر دیگه بخرن اگه یا میخواد کار بکنن. ما براتون میگم تیل تنها یک ماده اقتصادی نیست، این ماده استراتژیک امنیتی سیاسی است. حتما دست کدام دولت خارجی یا کدام استخبارات در اینجا است که همین سکتوری جور را که در دورافتاده ترین نقاط افغانستان در روزگان، یعنی شما میگین که دولت توانایی این کار را نداره؟ شکست میخوره. ما براتون میگم که دولت در نظام اقتصاد بازار در جاهای باید سرمایه‌گذاری کنه و داخل شود که در اونجا سکتور خصوصی علاقه نگیره، نیاید. وقتی که شما در اینجا یک سکتور فعال دارین، امیال مدرن ترین ترانسپورتیشن مواد نفتی منطقه از افغاناست، هم در ترکمنستان، هم در ازبکستان، هم در ایران، نه تنها داخل مملکت ما بهترین نوع ترانسپورت‌ها را داریم. ذخایری که ساخته شده کل گزی با استانداردهای آیسو برابر است. تانک تیل شما برین ببینید، همین تانکای تیل که در کابل است، نه در ایران هم رقم تانک است، نه در پاکستان هم رقم تانک است. همین کی ساخته؟ اینا عرض می‌کنم براتون، گفت آخر براتون میگم که اینا این سکتور جور است. هر کسی که میخواد یکی را خراب کنه، مردم امی پیام یک پیام بد بر متشبث است. متشبث همیال امروز جمع بودن، یک تعداد بسیار زیاد از سراسر افغانستان آمدن دمی کابل استار دینمی جلسه دارن. 100-150 نفر از هرات آمده، از مزار آمده، از ترکمنستان آمده، از قندار آمده، از جلال‌آباد آمده،
از تمام سراسر افغانستان 483 شرکت فعال است که تیل وارد میکنه، تیل ذخیره میکنه، تیل ترانسپورت میکنه، تیل میفروشه. اینا بین خود رقابت دارن. میخوایم فقط در 10 ثانیه برام بگین چی مشکل وجود داره اگر تصدی که نمی سقوط میکنه. این نمی تجارتی که جور است، یعنی برهم میخوره، اگر برهم میخوره به خاطر از اینکه کلگی میترسه، تاجر میترسه، سرمایه‌گذاری نمیکنه، میره و یا کدن نمیتونه که نتونستن حکومت سقوط میکنه. ابراهیم زاده، بحثی که مطرح بحث است در مورد کمیسیون اقتصاد ملی مجلس، برخی ها شریک هستند خودشان در این تجارت سیاه به شکل و به خاطر منافع خودشان یا من دنبال میکنن این قضیه را. البته کسایی که در کمیسیون اقتصاد ملی در کارهای غیر قانونی دست میزنند و اداره مواد نفت هم با اونا شریک هستند، چون که اداره مواد نفت در رأس تاجرای شما چرا افشا نمیکنین و این اتهام را به شکل کلی به خود میخرین؟ شما عرض کردم فعلا فاسدترین اداره مواد نفت است و این برادر عزیز ما که امروز رئیس مواد نفت شده، قبلا در شرکت خصوصی کار میکردن. این میخواد که یک بار تمام افغانستان به چالش بکشانه و پولدار شوه. اینا میخواین که صدها میلیون دلار. اگر شما میخواین که رقابت کنین با بازار آزاد، چرا مواد نفتی رو میخواین خصوصی بسازین؟ بتونین از دولت پول بگیرین، با تاجر رقابت کنین. امروز اینها از تانگای تیل پول میگیرن و از تاجرین پول میگیرن. از آرا حرف خودی آقای دکتر است که میگه که تیل مافی تیر شده. خیلی شما چی کاره بودین؟ شما چرا جلوی تیل مافی را نگرفتین؟ آقای ابراهیم زاده، به پایان برنامه میرسیم. من صحبت ها را جمع میکنم. آقای تمیم، اتهامات بسیار شدید وارد میشه برای اداره شما، به اداره باجگیر میمونه. حالا از هر جهت شما پول به دست میارین و این 705 میلیارد و 760 میلیون دلار را از کجا میکنین؟ به مخصوص کردن اسهام مردم است. هیچ کس سر فکر انحصار نداره. شما این را بسیار میتونین مضحک بدونین. اگر یک نفر بخیزه بگه که سکتور مخابرات ما بسیار رشد کرده، افغان تلکام کل سکتور را خراب کرده، یا آریانا تمام شرکت‌ها را خراب کرده، یا مثال زیاد ما تلویزیون ملی تا نتونست باعث یک نهاد دولتی تمام تلویزیون‌ها را زیر شعاع گرفته. این مخصوص ساختن اسهام است. شما میتونین تجارت تیل با 10 میلیون افغانی دلار آغاز بکنین و را به 100 میلیون دلار بلند ببرین. ما باعث سهامدار مارکت داخل مارکت میشیم. هیچ نوع اتهام فساد ما هست هیچ نهاد، نه سکتور خصوصی و نه از دولتی رد نمیکنم. مشکل است، ولی راه حل های داشته. یکی از راه حلش است که سکتور مواد نفت داره قانونمند شود. میگن که شما برهم میزنین بازار را بایکاٹ. این مخصوص ساختن اسهام مردم است، برای که ما مثل بتونیم یک مومد مارکت باشیم، سهامدار مارکت باشیم، بتونیم فضای رقابت سالم ایجاد بکنیم. مشکل از کجاست؟ و هیچ نوع دست پاچگی و نگرانی به مردم و سکتور خصوصی نباشه. ما تشکری میکنیم از نهادهای دولتی سکتور خصوصی که سرمایه گذاری کردن. ما هم جزء سکتور خاص شدیم و سرمایه‌گذاری برای اینکه این تشنج ایجاد نشه، برنامه شما چی است که یک تفاهم وجود بیاید؟ بسیار کوتاه 10 ثانیه وقت دارید. هیچ با تفاهم اول خوب باید سکتور خصوصی ما یک ایده محدودشان مشکل دارن، نه همشان. اما آقای حافظی که در رأس قرار دارن که نامم گرفتن چقدر شرکت زیاد است. گفتن که نمایندگی از 50 تا 60% مواد نفتی در مارکت میان نمایندگیشون یا نیستن. به خاطر که با توانی با حکومت است و بزرگترین مصارف هم حکومت داره. سپاسگزارم از حضور شما ولید تمیم، رئیس تصدی مواد نفتی، عباس ابراهیم زاده عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان و آذرخش حافظی رئیس اتحادیه وارد کنندگان مواد نفتی. اتحادیه وارد کنندگان نیست، اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز از تولید گرفته تا استخراج و اکتشاف کل شخص.